سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو اومدیم جنگ جهانی بازی کنیم، اما من لیسه خریدم و بالاخره لیسه رو تونستم جور کنم و تکنولوژی و اینطور که میبینین دیگه درست کردم. بعدش بریم سراغ بازیمون که بازیمون جنگ جهانیه. ببینین چند نفره یا آفلاین داره، زبانشو میتونید تغییر بدید، تنظیمات و تگ نفره که ما میخوام بریم تگ نفره رو بازی کنیم. آغاز بازی سطح دشواری رو میذاریم آسان چون کشوراش قوی هم. انتخاب سناریو پیش کدام، انتخاب کشور رو نظرتون چی بردارم؟ بذار فکر کنم ببینین لیستش چی هم هست. تمام کشورهای جهان داره. نمیدونم چی بردارم. ایران نه، البته ایران همسایه‌هاش قوی هن. چی بردارم؟ نمیدونم چی بردارم، خدا بگید. آلمان بردارم. حالا فهمیدم. بریم بالا آلمان. آغاز بازی و نگرگی خود. خب ببینید من آلمانم. این گوشه تصویر سمت چپ اینجا مشخصات چرت و پرتیش نوشته، اینا دقیق نیست. آلمان وسعت سرزمین انقدر، شهروندان انقدر، سرمایه هر دور انقدر میده. تاریخ الان، تاریخ بازی الانش، امروزی که الان داره بازی میکنه، تاریخ امروزش 1/2027. هیچی تاریخ داشت کنیم. شورشی هم که هیچی شورشی مثلا ندارم. اگه شورشی داشته باشم مثلا حمله میکنم به کشور خودتون تبدیل میکنم به شورشی و آلمان تبدیل به شورشی کردن. و ببینین الان اینجا این نقشه ماه که میایم نزدیک اینجا نوشته آلمان مایی. خب اینجا میتونیم ببینید وقتی بزنید روی این بخش سرمایه، بزنید اینجا توی صفحه میاد کل مشخصات و خریدا و جنگ و اینا رو داره. بعد مثلا میتونیم خرید جنگ افراز کنیم، بعد کارخانجات ارتشی خود کشور میتونیم بخریم. بعد یکم از اینا بخرم، پول دارم بابا، بیا پول نفرگار اینم از اینا، از این چیزا اینقدر، از این موشک اینا زیاد لازم باشه، از این پدافان‌ها به هوا اسمای عجیب غریبی دارن، از این تانک‌ها یکم از اینا. تمام پول ما چیزی خریدم. و سازمان ملل که ببینیم میتونی بیایی رأی بدی که مثلا بگی این کشور مثلا باید حذف بشه و فلان، و مثلا باید وسایلاش محدود بشه و اینا، میتونی اینجا چیز کنی. بعد اینجا هم که جاسوسی میتونی بکنی از هر کشوری، یعنی اینجا قیمتشو زده و مثلا مشخصات و اینا، انتخاب کشور و آغاز فلان. دیپلماسی که میدونین معنیش یعنی چی. اینجا هم مثلا چیز ما رو نشون میده، رابطه ما با تمام کشورها رو نشون میده. الان کشور همسایه من ببینین میشه باشه، دیپلماسی میزنید تو این بخش دست میزنیم که نمایش روابط کشورهای همسایه. الان ببینین اینا همسایه های منن. اگه درست باشن میخوام با یک شنون جنگ کنم. از اول بندیم بلژیک چیزه میزنیم. بعد اعلام جنگ. خب بریم نگاه اتاق جنگ که نوشته، میتونی بریم از اینجا حمله کنی. فرستادن نیرو، 75% نیرو را میفرستن به بلژیک. فرستادن نیرو الان دارن میرن. بعد اینجا نشون میده که چقدر حمله کردن و من تمام نیروام همینا چون نیروی نخریدم. و بریم که بزنیم پایان دور. بریم اخبار جنگ رو ببینیم چی شد. آلمان مناطقی رو این چیزه اخبارش یکم چرت و پرت می‌نویسه، مثلا آلمان مناطقی رو پس گرفت. برنامه باگ زیاد داره. خب یا نمیدونم انگلیس برنامه خارجی فارسی ترجمه کردم، بعد ترجمه کردم نمیدونم. اخبار رابط دیپلماسی فلان. فرانسه با ما کارش رقابت کرده که هم نیست بیاد. از اول بازیه. خب
بیایم اینجا جنگل فاصل. اینجا میتونیم سرباز بخریم. حد اکثر سرباز میخریم. بعد یه فناوری میتونیم این فناوری رو فناوری کشور رو ارتقا بدیم. مثلا آموزش، کشاورزی، اینا پولات بیشتر میکنه. انرژی، کارخانه جا، این نگهداری ارتش و کارخانه جا. بعد این خیلی زیاد داره. این چی بود؟ اپارتمان نیست. اینا موشک های قاره پیما از این هم میخرم که از این بعد بتونم از چیزهای دیگه مثلا کشورهای دیگه بتونم بخرم. بعد از خودم هم میتونم بخرم. خب اینجا کشتی های حامل هواپیما که نوشته از این کشتی هم داره. از این هم میخرم. تانک پولم هم تموم شد. اتاق جنگ فرستاده نه بزن یه بمباران نظامی بزنم. بلژیک یا الباخت میتونستیم بشم لاکنم موشک. بابا بگید همه چه صفره، چیجی من باختم؟ همه چه مساویه. خب بریم دور بعدی. اخبار جنگ رو ببینیم. بلژیک رو گرفتیم. رابط فرد سیوشیدم. مثلا ببینید اینجا رتبه بندی قدرت تمام کشورها رو میاره. مثلا اولی روسیه است، بعد چینه، بعدش آمریکا، کانادا، برزیل، استرالیا، هند، زیاد دیگه همه رو به ترتیب نوشته و ما پایینایی باید بریم بگیرم. خب الان میدونیم باید چیکار کنیم؟ بریم تو دیپلماسی. شما رو میگم نمایش جنگ ها. خب با هیچ جنگ ندارم. همسایه آلمان گرفتم. فرانسه هم بود روابط دیپلمات شده. یک اینطوری میکنیم تا یکم روابطمون بهتر بشه. میتونیم بریم مثلا با کشورهای قدر قدرت چیز ببندیم، اتحاد بشیم که بتونیم ازشون کمک بگیریم. مثلا صرف کنیم من الان انتخاب قاره آمریکا شمالی از آمریکا چیز بکنم. آمریکا کوه دوباره پیمان چی بستم. میتونم ازش اینجا درخواست کمک کنم که الان از اول بازی درخواست کمک نداره و بریم از روسیه هم چیز کنیم. آسیا روسیه بریم روسیه اینجا یا نه؟ فکرم باید بیارم روسیه. پیمان رامه باشم آقازار کمک من از نیاده اول بازی. خب اتاق جنگ و اینا هم که نمیخواد بریم یکم نیرو بخریم. بازار سیاه و فلان فناوری رو داریم. موشک‌های پدافندی و فلان. ضد جاسوسی حامل هواپیما. نه بین سازی دلایی فلان. خب فلان تموم شد. روباتیک هم فعال میکنن نداری تهاجم قدرتی داره. این رو باید تاخر بکنم. خب میایم اینجا بازار سلاح یکم از اینا میخریم و این رو تا تانک میکنیم. برشم اینجا. خب حالا شورشی هم که داریم باید میتونیم اینجا بریم بزنیم انتخاب نبرد با شورشی ها. شورشی ها مثلا بکشیم یا مثلا حذف کنیم از تو کشورمون. شورشی ها بکشیم. همین. خب بریم که پایان دور این دارم دارم شد. اخبار جنگ من چی نیست. همه دارن سلاح میرام داریم کنیم. ما مثل گاو داریم فقط همونجا حمله میکنیم. خب سازمان ملل این رو رای دادن. گفته چی؟ کشور مقدونیه درخواست پیشرو و پاک. خب همه باید کمک کنن که نیروی نظامی کشور رو محدود کرد. نه ما به پولش باید نگاه کنیم نه به بلا و خیر و شما. پول نفش بیشتره چون رشوه بیشتر زده و به خاطر یک رای به خاطر رای من چیز محدود نشد. خب این یکی دیگه هم بود. لیتوانی گفته همه باید کمک کنن این که نیروهای فلان محدود شه. نه بله بازم به خاطر یک رای من جمعش همه اولشون هم شکلیه. خب بخاطر تهاجم دریایی باید زیاده ارتباطم کارخانجات ارتشی با این فلان ارتباط دارم که پول بیشتر مالیات بتونم بگیرم. من دیگه ارتباط میدم و این کشاورزی برداشم میرم
سرباز نمیتونم بخرم پولم میگیرم. خب اینم چیز سرباز از اینا. این اینجا تعدادی که چیز دارم مینوسه مثلا 15,000 تا نفر بردارم، 11,000 تا تایم دارم. این زیاد داره. عاملا با بیمار پیادم رو بکنم. با کشور زمین نمیکنم فعلا. فقط بزنیم پایان داره که اوکراین با چیز جنگیده، بلاروس که با بومباست رسیده. این دستم تمام میزنیم پایان دار اخبار نمیمونم فلان. فقط رد میکنم یه چند دو رو رد کنم. خب ببینیم کدام چقدر تانتون رو رد کردم. حالا سرباز و تکنولوژی و اینا رو میتونیم بریم بالا. تکنولوژی اینو تتر کنم. چیز شروعش نرو خودت تازمی آموزش سرباز فلان نفر همه رو به ترتیب یکی میگه چون پول من زیاد آلمان قویه. اون به هسته‌ای هم فعال میکنم، اون به شیمیایی اینم فعال میکنم. اینم همه بمبا رو الان داریم، هسته‌ای و زیستی و شیمیایی. هسته‌ای از همه قوی‌تر بزنیم رو بمب هسته‌ای دیگه. دفاعی خیلی میخوام، تراجم هم خیلی میخوام. 21 میکنم 30 تا زده جاسوسی هم زیاد میکنیم، اینم زیاد میکنیم. پولامون تموم شد، به این چیزی هم نمیتونم اتفاق کنم، سرباز نمیتونم بزنم. با تون نه تون زیاد دارم. پویانه نمیزنم بنام از اینم کنم یکم از اینا و پولامون تموم شده. یک جنگ ریز دیگه با همسایه های خوبمون بزنیم. تجیب رو بیاردیم دانمارک و لوکزامبورگ کوچولو اون خیلی کوچیکه به در نمیخوره. لهستان که بزرگه. خب بریم همین چی رو بگیم. هلند خب اینجا جمع شروع میکنیم. رسپودان نیرو 75% نیرو کدوم کشور بود؟ هلند. حمله این چقدر نیرو فرستاد؟ خب همچنان بمباران نه اینجا نه بمباران نظامی بلاروس هم داره. یو خدا چقدر موشک های دفاعی داره. من غلط کردم. من نه اشتباه کردم. وردیم تنش گرفت. روسیه اوکراین رو گرفت یعنی چی؟ نه فکر کردم با روسیه همسایه شدن. گفتم یا اول یه روابطم باید بشه باید شده یه باختن میکشه من میگه خام نام 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 خوش نیاد. خب شورشی ها رو میخواست بگیم شورشی هم زیاده تاش. خب ببینین الان باید چیکار کنیم. بیایم پی خرید. سرباز چرا نمیذاره بخرم؟ سرباز کی دارم باید چیزم داره تو آره نگه داره. سازمان لای دادن روسیه گفته ویتنام پول نه بیشتر نه. خب جنگ فراز فلان جنگ از فرزن عامل هواپیما 10 میتونم بخرم خریدم. یکی دیگه میتونم بخرم این درسر از اینا نه از پایینش دمشت کنم تراجم و فلان همیچی نداریم. بزنیم پایندار اخبار فلان
بازیش باحاله. من بازیش رو دوست دارم، چون جنگی و اینا بخوریم دقیقا میگه، من این بازیش رو دوست دارم. بذار یکم تون رد کنم، فقط خبری نیست. چی شده اینا؟ اسرائیل میخواد همیشه توی بازی هر مپی یا هر کشوری باشی، همین روسیه لبنان رو میزنه. یمن هم موشکای قاره‌پیما باشیم که شکستم کرده. چه همه موشک داره، هیچی نشده. خب سازمان ملل هم رای ندادن. فنان آوری رو یکم گرداری ارتش خیلی باید ارتبا بدم. کارخانجات ارتشی میگن چون اگه چیز باشیم میتونه اگه چی بود؟ اگه مثلا ما رو چیز کنن بگن سازمان ملل رای بدن که بگن ما سلاحامون رو باید محدود کنیم دیگه اونجا نمیتونم چیزی بخرم. این کارخانجات ارتشی نگاه اینجا نوشته هر سال ما یا کدوم شما نمیدونم تولید نظامی ماهانه سرباز انقدر اینا بهت سرباز میده وقتی که مثلا محدود شده باشی. ترجمه دریایی. خب بریم دقیقشان چیزی بخریم که نمیرسه اینجا. عامل هواپیما و بله از اینا هم اضافه شده همون مهمترین ها. اینجوری. خب من ویدیو رو قطع میکنم تا یک چند دور برم جلو بعد بهتون نشون میدم. خب بچه ببینید طبق تصویر که میبینید نگاه نوشته ایران موشک‌های قاره‌پیما به درهای بلند شلیک اسرائیله. به اسرائیل حمله کرده و 485 تا چیز کرده و تکنولوژی 485 تا چیز کرده موشک زده که اونم با دفعه زیاد داشته. خب ببینید من اینجا کلی کشورهای همسایه‌مو گرفتم و میخوام با یک کشور کوچولی دیگه تمام کنم و این قسمت هم تمام کنم. همسایه یک همسایه کوچیک دانمارک. نه دانمارک خیلی بزرگه. لهستان کار بزرگ واسه دونه یکم شد 25% که 25% که بفرستم میگیره 25% کم خب اینجا میگیم تکنولوژی یا وزش سوال بود نظامی لگزامه برد یعنی پایین ندار تا اینجوریه لگزامبورگ گرفت. خب لوزامبورگ گرفتیم. خداحافظ تا پارت بعدیش هم حتما ببینیم و لایک و کامنت فراموش نشه.